شناخت اولیه‌ای که برای مرغ استفاده میکنیم باید آرد تیگیمگارو بهش میگن. تیگیمگارو میخوایم. بعد عرضم خدمتون برای و میتونیم این مرغ رو حالا الان ما از مغز رون استفاده کردیم که برش دادیم، میتونیم بال، کتف، نمیدونم سینه، فیله مرغ، همه اینا رو میتونیم استفاده کنیم، ولی چون رون خوشمزه حالا ما رون بدون استخون آماده کردیم که با رون درست کنیم. مزه‌دار کردن این مرغه فقط چون که این آردای تیگیمگارو خودشون نمک و اینا دارن، نمک زیاد لازم نیست بهشون بزنیم، فقط یه ذره فلفل سیاه بزنیم کافیه. برای سسش میشه تشکیل میشه از سس کیمبال، من قوچوجان لازم داره برای سسش، سس فلفل کره‌ای قوچوجان و عسل، بعد یکم هم فلفل بهش میگن کوچوکارو، همون پودر فلفل کره‌ای تو سس اضافه میشه و سرکه. حالا ما سرکه‌مون اینجا تو لیوانه چون کم استفاده داریم، با سرکه سسش درست میشه و سس سویا، یه مقدار سس سویا هم توش باید بریزیم. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm